سری کناری پیشی خانه این آمدنی جوره شدم دیوانه کفتر بسری کناری پیشی خانه این آمدنی جوره شدم دیوانه رفتی به سفر خدا سلامت آیی رفتی به سفر خدا سلامت آیی تا آمدن داغ به جگر میمانه تا آمدن داغ به جگر میمانه تا آمدن داغ به جگر میمانه لبیارای مزدار لبیارای مزدار بدو رخسارای چون سیب و انارای مزدار لبیارای مزدار لبیارای مزدار بدو رخسارای چون سیب و انارای مزدار دلم تنگ کبابای جگرم های عاشق شدم و درد و ملامت بسرم یک شب جانکی من باشی به فرمانکی من یک شب جانکی من باشی به فرمانکی من چی عجب هر دو لبا در تکیدن دانکی من لبیارای مزدار لبیارای مزدار بدو رخسارای چون سیب و انارای مزدار لبیارای مزدار لبیارای مزدار بدو رخسارای چون سیب و انارای مزدار لبیارای مزدار لبیارای مزدار بدو رخسارای چون سیب و انارای مزدار لبیارای مزدار لبیارای مزدار بدو رخسارای چون سیب و انارای مزدار تشکر دوستان عزیز هنرمندی که ما شادروان رستم قاسم هم میشناسیم همیشه آوازی را دوست می‌داشتیم سال و زمانه که ما مایدت دل را گوش می‌کردیم سال خور بودیم از رستم قاسم یک نشانه باقی مانده است که صنعت پدر را با سیقل می‌دهد یک دوام‌دهنده صنعت پدر خود است البته برای بهترین آواز از تاجیک نشر روزنامه محبت سرمحرر عبدالرحمن حکیمزاد و نشانه رستم برای بهترین آواز یک قرصک بزنید. سلامت باشید.